سهراب واسه امتحانی شنبه خوندی؟ نه نخوندم، مگه امتحان داریم شنبه؟ آره برو بخون. باشه من میرم بخونم، خداحافظ. خب همه میدونید که امروز امتحان فارسی دارید، پس آماده بشید تا امتحانتون رو بدید. اینا که خیلی ساده است. سهراب به نظرت چند میشی؟ نمیخوام مثل دفعه قبلی الکی دروغ بگم که 20 میشم. این بار 18 میشم مطمئنم. باشه، فقط میدونی که نتیجه امتحان دوشنبه میاد؟ دوشنبه میاد؟ من فکر کردم شنبه میاد. آره دوشنبه میاد. حالا فعلا خداحافظ. خداحافظ. خاک تو سرتون، شما نمیتونید درس بخونید با این نمراتون؟ بیاد برگاتون رو بگیرید. چی؟ چرا اینقدر کم شدم؟ سهراب چند شدی؟ 8 شدم. تو که گفتی 18 میشن. من منظورم 18 منهای 10 بود. نه سهراب، تو دیگه واقعا